دوستان عزیز همراه، سلام. امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روزهای خوبی رو پیش رو داشته باشین. کلمپه کرمان یه شیرینی ساده و مقویه که هیچ شیرین کننده‌ای غیر از خرما در خمیرش استفاده نمیشه و خیلی مقویه و خوشمزه است. یه دستور خیلی ساده هم داره که همراه با من میتونید اون رو درست کنید. کلمپه خرمایی کرمان رو میتونی با چای عصرانت یا با یه دمنوش خوشمزه عصرونه نوش جان کنی. اگر دوست داری این دستور پخت راحت رو یاد بگیری و درستش کنی و از مهمونات پذیرایی کنی، کانال منو سابسکرایب کن و لطفاً با من همراه باش. اولین کاری که شما باید انجام بدین، آرد رو با روغن باید قاطی کنین و این خمیر همین ابتدا به شما بگم که زیاد ورز دادن نیاز نداره، چون خمیر روغن داره خیلی زود به روغن میفته و در آخر هم شیرینی شما خشک میشه. هر مقدار آرد که داشتین نصف اون مقدار باید روغن استفاده کنین. من اینجا 1 لیوان آرد رو استفاده کردم و نصف لیوان روغن نیمه جامد، ولی شما هر مقدار که خواستین. این مقداری که من درست کردم تقریبا 1 سینی فر کلمپه به من داد، ولی اگر بیشتر هم خواستین درست کنین ایرادی نداره، فقط روغن نصف مقدار آرد باید باشه. آرد هم الک شده است. آرد رو توی ظرف ریختم و روغن رو یک باره بهش اضافه کردم و با قاشق اون رو به هم زدم. سعی کردم با گرمای دستم اون رو ورز ندم. با قاشق اونا رو قاطی کردم و تو مرحله دوم باید ماست و آب به مقدار مساوی داشته باشین. یعنی هر مقدار ماست داشتین همون مقدار آب توی ظرف با هم اونا رو قاطی میکنین، یه آب ماست میشه که قاشق اونو به خمیرتون اضافه کنین. دقت داشته باشین که اضافه کردن زیادی آب و ماست به خمیر باعث خیلی ترد شدن و بیسکویتی شدن شیرینی میشه. پس زیاد از حد نباید آب و ماست رو به خمیر میتونین تست کنین. هر سری که آب و ماست رو بهش اضافه میکنین و ورز میدین، یه تیکه از خمیر رو تو دستتون بردارین و دورش رو بپیچین. اگر که راحت پیچیده شد و خمیر نشکست، یعنی دیگه نیازی به آب و ماست نداره. اگر نه، یه مقدار دیگه بهش اضافه کنین تا اون نتیجه نهایی برسین. یه خمیر لطیف و حالت پذیر رو در آخر باید به شما بده. این خمیر نیاز به استراحت نداره و به همین راحتی خمیر ما آماده شد. خمیر رو کنار بذارین و میریم سراغ چرخ کردن و تمیز کردن خرما. من معمولا خرما رو برای شیرینی‌های خرمایی یا کماج هایی که درست میکنم و نیاز به خرما دارن چرخ شده و آماده توی فریزر دارم. شما میتونید مثل من همین کار رو انجام بدین و به یک بار خرمای چرخ شده رو توی فریزر آماده داشته باشین که برای یه شیرینی‌های این چنینی راحت باشین. ولی در کل باید خرما رو هسته بگیرین، سر و ته خرما رو بگیرین، اگر پوست اضافه‌ای داره بگیرین و اون رو چرخ کنید. به خرما اگر سفته یکم آب اضافه کنین و ورزش بدین یا یکم روغن بهش اضافه کنین. خرما باید نرم باشه که وقتی اون رو مهر میزنیم یا قالب میزنیم قشنگ به خورد خمیر بره و بچسبه به خمیرتون. بعد از اینکه خرما رو چرخ کردین بهش مقداری دارچین اضافه کنین به دلخواه اگر دوست دارین، یا میتونین بهش پودر نارگیل اضافه کنین، میتونین بهش خورده های گردو رو اضافه کنین، انواع مغزیجات، کنجد رو میتونین اضافه کنین، هر چی که شما دوست داشته باشین. و بعد هم اون رو به گلوله های 10 یا 15 گرمی تقسیم کنید. از اینجا به بعد میتونیم از خمیرمون برداریم. البته من چشمی این کار رو انجام میدم، ولی شما اگر میخواین دقیق باشن و شیرینی‌های شما یک اندازه بشن، به هر کدوم از گلوله‌های خمیر رو به اندازه 20 گرم برمی‌دارین، نه دیگه بیشتر از 20 گرم. 20 گرم رو برمی‌داریم و یک خرمای 10 گرمی بین اون قرار میدیم و گلوله‌اش می‌کنیم. از اینجا به بعد میتونیم با مهر کلمپه یا هر قالب دیگه‌ای که دوست داشتین روی شیرینی هاتون فشار بدین و دور اون رو مثل قطاب بپیچید. دورش رو میپیچین و توی سینی فر قرار میدین. سینی فر رو هم اصلا نیازی به چرب کردن نداره. آرد هم نیاز نیست بریزین، چون این شیرینی خودش روغن داره و خیلی خوب زیر خمیر میپزه. اونایی که مثل من عاشق قنادی و شیرینی پزیان الان میفهمن من چی میگن. قطاب و کلمپه یکی از شیرینی‌های خیلی خوبه، به خاطر همین پیچیدن دورشونه. پیچیدن دور کلمپه اگر البته خمیر شما یه خمیر خوب و لطیف باشه که پیچیدنتون نشکنه، خیلی جذابه. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما این حس خوب رو تجربه کنید.
اگه تا اینجای کار رو دوست داشتی و از دیدنش لذت بردی، لطفاً کانال منو سابسکرایب کن و منو به دوستات معرفی کن و حست راجع به قنادی و شیرین پزی برام کامنت کن. خیلی دوست دارم بدونم که فقط من دوست دارم قنادی رو یا بقیه هم همین حس رو دارن. خب میریم سراغ کار خودمون و این رو بهتون بگم که وقتی دور کلمپه رو پیچیدین و داخل سینی فر قرار دادین، به مدت 15 تا 20 دقیقه داخل فر باشه کافیه. شیرینی نباید تغییر رنگ بده و یکم که احساس کردین زیر شیرینی داره طلایی میشه کافیه. اونو از فر خارج کنین و بذارین خنک بشه. سعی کردم تمام توضیحات لازم رو با جزئیات و ریزکاری ها بهتون بگم که یه شیرینی بی‌نقص و خیلی خوشمزه کرمانی رو بتونین تو خونه های خودتون درست کنین. نوش جانتون، درستش کنین. نظراتون رو برام کامنت کنین. نظرهای شما برای من خیلی مهمه و برای ادامه کار من لازمه. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنین و کنار من بمونید. شما رو به خدا میسپارم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.